با سلام خدمت شما دوستای تاپ لرنی عزیز و همراهان همیشگی تاپ لرن. خب تو این قسمت می‌خوایم بریم ببینیم که چجوری پایتون رو نصب بکنیم، ویژوال استودیو کد رو نصب بکنیم، اجراش بکنیم، اکستنشن پایتون رو توی ویژوال استودیو نصب بکنیم و بتونیم این به بعد کدام رو توی ویژوال استودیو کد ران بکنیم. خب بریم که با هم این کار رو انجام بدیم. اولین کاری که نیازه توی نصب پایتون انجام بدیم اینه که توی گوگل سرچ می‌کنیم پایتون و میبینیم که توی همین صفحه اول خود سایت پایتون رو میاره. ما اگه روی سایت پایتون کلیک کنیم که python.org هستش، یه تب داره به اسم دانلود. اگه روی تب دانلود کلیک بکنیم، خب اینجا سیستم ما رو میشناسه و میفهمه که ما داریم از ویندوز استفاده میکنیم یا لینوکس یا مک، که خودش بهمون پیشنهاد میده که همین الان پایتون رو برای ویندوز دانلود کنیم. خب اگه روی دانلودش کلیک کنیم فایل ستاپ واسهتون دانلود میشه و باز میشه. من چون روی سیستمم نصب دارم، خب چیزی که میاره واسه من فرق میکنه با شما. توی صفحه اینستالیشن یه نکته فقط مهمه، یه دونه نکس داره که خیلی راحته، که یه دونه قابلیت داره به اسم پس. اگه اون پس رو بیاین بزنید، یعنی اینکه ما قابلیت اینو داریم که روی ویژوال استودیو کد هم اون رو اجرا بکنیم. همونجوری که تو این شکل میبینید، گزینه دوم تیکش حتما باید بخوره، چون اگه نخوره ما تو ویژوال استودیو کد نمیتونیم از پایتون استفاده کنیم، چون میگه که پایتون رو من به تکست ادیتورهای دیگه نمیذارم که استفاده کنم. اگه این تیک رو بزنیم میذاره که استفاده بکنیم. خب همینه، بعدش نکست میزنیم، بعدش اینستال ناو میزنیم و بعدش هم کامل پایتون اینستال میشه. خب میریم سراغ اینستال کردن ویژوال استودیو کد. کافیه توی گوگل باز دوباره بزنیم ویژوال استودیو کد. اگه اشتباه هم بزنی خودش میاره. خب اینجا هم سیستمتون رو میشناسه خودش، در این چه سیستمی استفاده میکنید و خودش بهتون پیشنهاد میشه دانلود فور ویندوز. ویژوال استودیو کد هم خیلی نصبش راحته، چند تا دونه نکس داره، فقط چیز خاصی نداره، خیلی سبکه، خیلی کم حجمه و واقعا یعنی به درد کار ما میخوره، چون به یه تکست ادیتور خیلی قوی نیاز داره. خب بعد از اینکه اینها رو ستاپ کردیم، ویژوال استودیو کد، ببین برای اینکه کدای پایتونمون رو بتونیم همیشه ران بکنیم، اول از همه یه پوشه میسازیم. حالا توی هر جا، من الان توی دسکتاپم دارم یه دونه پوشه میسازم. خب یه دونه پوشه میتونیم، میبینید که وقتی که کلیک راست میکنید اوپن ویت کد هم باید براتون فعال باشه. توی ستاپ اگه این تیک ها رو بزنید میتونید فعال کنید، میتونید فعال نکنید. خب یه پوشه میزنیم پایتون 2. خب این پوشه رو با وی اس کد با میکنیم، یا درگ اند دراپ میکنیم روی آیکون ویژوال استودیو کد، یا قابلیت کلیک راست داریم اوپن ویت کد. وقتی که ما این پوشه رو با کد وا میکنیم، خودش اتومات میفهمه که خب الان این پوشه باز شده، الان ما میتونیم بهش فایل ها رو اضافه کنیم، هر فایلی که بخوایم از هر زبانی، به شرط اینکه ما اکستنشنش رو نصب کرده باشیم. خب وقتی که ما این رو با کد وا میکنیم، خب ویژوال استودیو کد یک تب داره به اسم اکستنشنز. وقتی که روی تب اکستنشنز برین، حتما ما پایتون رو نصب بکنید. وقتی که سرچ میکنیم پایتون، خود مایکروسافت هم این رو ارائه داده، اکستنشن پایتون رو. میبینید که خب من الان نصبش کردم، میبینید که واسه شما الان گزینه اینستال داره و اینستال میزنید و شروع میکنه دانلود کردن و بعدش میگه که خب یه گزینه میاد ریلود رو انجام میدین و اکستنشن پایتون به خوبی نصب میشه. خب واسه اینکه ما بتونیم کارمون رو ادامه بدیم، توی فایل ها اگه برین، خب الان میبینید که پوشه من رو اینجا باز کرده. من چند تا گزینه اینجا دارم که اولش نیو فایل. اگه نیو فایل رو بزنم، یه فایل جدید من الان میتونم درست بکنم. اسمش رو میذارم main.py. خب الان .py که زدم، یعنی که مثل تمام زبان‌های برنامه‌نویسی دیگه که یه دونه مخفف واسه خودشون دارن، مثلا مثل جاوا اسکریپت آخر فایلش این .js، مثل سی شارپ که آخرش این .cs، پایتون هم همین جوریه.
آخرش دات پای هستش که اینا رو ما فایل های پایتون می‌نامیم. خب وقتی که فایل پایتون رو درست میکنیم الان میبینید که فایل پایتون من درست شد. خب الان ما میتونیم اینجا کد بزنیم. خب من یه کدی که میتونیم بزنیم که اول همه باش آشنا میشن پرینت هست، متد پرینت که بهتون توضیح میدم متد چیه، متد پرینت چیکار میکنه. فقط برای اینکه ما الان ستاپ بکنیم که کدای پایتونمون ران بشه از این متد استفاده میکنیم که ابتدایی ترین چیز توی پایتون همین متد پرینت هستش. خب تاپ لرن میخوایم که این رو چاپ بکنیم. خب کد پایتونمون رو نوشتیم ولی چجوری الان رانش میکنیم؟ خب با کنترل اس اول سیوش میکنیم کد پایتونمون رو، بعد توی قسمت دیباگ ویژوال استودیو کد یه قسمت داره به اسم دیباگ. خب وقتی که قسمت دیباگ رو باز میکنید میبینید که این بغلش یه دونه آیکون داره نو کانفیگریشن، یعنی هنوز کانفیگ نشده که من بدم چی رو بخوام ران بکنم. بعدش یه دونه آیکون میبینید مثل ستینگ میمونه چرخنده است که میگه که خب config or fix launch.json. خب اگه من این رو بزنم الان فایل کانفیگ رو واسه من توی اون پوشم میسازه. بریم با هم امتحان بکنیم. خب وقتی که روش کلیک میکنیم یه خورده صبر میکنیم تا فایل ما رو بسازه، فایل جیسون رو ما رو اگه بتونه بسازه. خب یه نکته‌ای هم بهتون بگم توی پایتون، وقتی که توی پایتون هستید ممکنه که بهتون وقتی کد پایتون رو وا می‌کنید بهتون اینجا یه نوتیفیکیشن بده که پایلینت نصب نیستش، میخواین نصب کنید یا نه. پایلینت چیه؟ پایلینت دونه میشه گفت دیباگر خیلی قوی واسه پایتون هستش که اگه سرچش بکنید تو گوگل اولش تو کد ویژوال استودیو کد میاره یه این نوتیفیکیشن رو بهتون نشون میده که شما روی دکمه اینستال کلیک کنید، چون یه دونه دیباگر خیلی قویه که به ما توی دیباگ کردن و اروریابی میشه گفت خیلی کمکمون میکنه. یعنی به سادگی، یعنی کافیه موستون رو ببرین روی اونجایی که ارور گفته ارور رو بهتون میگه، توی پرابلمز دقیقا میبینید چه اروری رو بهتون میگه. خیلی دیباگر قوی هستش. خب فایل کانفیگ ما بزنید اد کانفیگ رو بزنید. اگر امروز شانس با ما راد فکر میکنم داره سعی میکنه درست کنه ولی درست شد. خب میبینید یه دونه پوشه. خب اگر اینجا واسه شما کار نکرد خب اینجا میتونید اد کانفیگ رو بزنید اگه واسهتون کار نکرد. خب میبینید که یه دونه launch.json واسهتون درست شد که یه سری کدها توش داره. اگر الان بریم توی پوشه هم فایلمون رو میبینیم، همون فایلی که با هم ساختیم مین، همون پایتون فایلمون هست. توی یه پوش هم VS Code خودش ساخته که launch.json تو اون هستش که قابلیت ران شدن توی VS Code رو بهش میده. خب ما اینو میبندیم باش کاری نداریم. خب توی اینجا ما کانفیگ‌های مختلفی داریم. میگه که آقا من الان به چه صورت رانش کنم. میبینید که اینجاها یه سری حالا دیجنگو چی هست، فلاسک چی هست بهش میرسیم. اینا یه سری کتابخونه‌های دیگه پایتون هستن که میتونن روی اینا ران بشن. مثلا دیجنگو میتونیم باش وب بزنیم خیلی راحت. خب ما میذاریمش روی پایتون کارنت فایل اکسترنال ترمینال. خب وقتی که روی میزنیم روی دکمه ران میزنیم منتظر میشیم تا ران بشه. الان باید CMD رو باز بکنه، کد ما رو هر چیزی که نوشیم دیباگ میکنه و بهمون نشون میده. همونجوری که میبینی CMD رو الان باز کرد. ما گفتیم که پرینت بکن تاپلر و الان میبینید که تاپلر مینویسه و برنامه رو از برنامه خارج میشه چون ما فقط همین یه دستور رو بهش زدیم. همونجوری که میبینید اومدش گفتش که تاپلر و پرس اینی که تو کانتینیو، دیگه برنامه تموم شد. خب این هم از این بود از نصب ویژوال استودیو کد و پایتون و چجوری پایتونمون کدای پایتونمون رو میتونیم ران بکنیم. یه چیز دیگه هم که بخوام آخر جلسه بهتون بگم اینه که توی سایت تاپلرن اگر توی قسمت مقاله ها فکر میکنم بعد مشاهده همه مقالات رو بزنید، چون خیلی ها شاید واسه شون مثلا این سوال پیش بیاد که خب من که الان زدم برنامه‌نویسی شروع می‌کنم پایتون خوبه، آیا مثلا
کتابخونه‌های پایتون چی هست اینا کافیه که توی مقالات سرچ بکنید پایتون. خیلی مقالات خوبی استاد مدنی منتشر کردن، واقعا یعنی مقالات فوق‌العاده‌ای هستن که چرا پایتون بهترین گزینه برای مبتدیان، 16 مورد از بهترین فریمورک های پایتون. اینا همه رو اگه یه مقاله بکنید مثل بررسی قدرت زبان برنامه‌نویسی پایتون، اگه یه مطالعه بکنید خیلی خوب میشه، یعنی علمتون نسبت به پایتون خیلی بالا میره، میدونید با چی طرف هستید، میدونید به چه دردی میخوره، کلا علمتون نسبت به پایتون به این زبان شیرین میره بالا. خب دوستای خوبم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.